دوستان عزیزان خوبم، سلام و عرض ادب و احترام. امیدوارم حال دلتان خوب باشد و زندگی به کامتان باشد. شما را خوش آمدید میگم. من صالحه حساس، روایتگر کتاب بی‌نظیر تیکه های از یک کل منسجم. و قبل از اینکه شروع کنم از شما عاجزانه مثل همیشه میخواهم که از من حمایت کنید و لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتان نشه. خیلی ممنونم از شما. در زندگی برای ما پیش آمده است که چی در خانواده، چی با دوستان، در هر جایی که باید از همدیگر خداحافظی کنیم. خداحافظی و آمادگی میخواه. روزی آماده میشیم که خداحافظی کنیم. خداحافظی با هر چی و با هر کسی که با آن بیشتر عشق ورزیدیم، بیشتر از خودمان. آن روز احتمالاً روز شادی نخواهد بود، اما قطعاً روزی بزرگتر شدن ما خواهد بود. روزی که ارزش آدمی درونیمان را ببینیم. دیگر راضی به آدم‌های درگیری رفتن نمیشیم. با آدم‌های نصف و نیمه در رابطه، چون آن روز دلمان نمی آید آدمی درونیمان را کمتر دوست بداریم و به کم راضیش کنیم. آن روز مقابل تمام سختی های زندگی میستیم و دستی آدمی درونیمان را میگیریم و آرام زمزمه میکنیم: من هستم، با هم رد میشیم. من تو را بیشتر از اشتباهات دوست دارم. من کنار تو هستم. اگر بیشتر از این که به خودمان عشق بورزیم، به دیگران عشق بورزیم، روز غمگین‌تر و آشفته خواهیم شد. این نظریه شکست خورده است. سالهاست که آدم‌ها این را امتحان می‌کنند، اما زودتر از آنچه فکر می‌کردند ناامیدی را تجربه می‌کنند. برای آدمی درون ایمان به دنبال آغوش نگردیم و قبل از تمام این جستجوها آغوش دارد. قبل از تمام دست و پا زدنها او ما را دارد. کنارش که بیستیم او قدرت پیدا می‌کند. از اشتباهاتش نترسیم. در خداحافظی ها گیر نکنیم. از تجربه های جدید فرار نکنیم. کنارش بیستیم. او احساسی بی‌پناهی نخواهد کرد و همین بی‌نیازی کیفیت رابطه ما را تغییر میده. ما برای خداحافظی احتیاج به زمان داریم. ما برای قبول این که باید با بعضی آدم ها، موقعیت ها و شرایط خداحافظی کنیم. به زمان احتیاج داریم. زمان باید بگذرد. ذهن ما باید هزاران داستانی متقاعد کننده بسازد تا آرام آرام به لحظه خداحافظی نزدیک شویم. به هر حال چه تصمیمی بگیریم، چه همچنان خودمان را معلق نگه داریم، لحظه های خداحافظی فرا میرسد. امروز اگر نه، چند سال دیگر. حقیقت این است که فرار کردن به ما کمک نمی کند. در خداحافظی ها دردی وجود دارد، دردی پنهان. اصلا مگر میشه خداحافظی دردناک نباشه؟ اگر خیلی وقت است که متوجه شده ایم به خداحافظی خاصی نزدیک شده ایم، بهتر از خودمان را گل نزنیم، بهتر است درد را به رنج تبدیل نکنیم. با معلق نگه داشتن و فرار کردن شاید زمان خداحافظی را به تعویق بیاندازیم، اما رنج را بزرگتر خواهیم کرد. خداحافظی ها را شروع کنیم. خداحافظی از خاطراتی که دیگر امورشان فایده ای ندارد. خداحافظی از رابطه هایی که تمام شدند، از آدم هایی که دیگر نیستند، از جوانی که تمام شد، از فرزندمان که دیگر شبیه گذشته اش نیست، از خانه‌ای که باید تعویض شود، از لباسی که سالهاست نگهش داشته ایم و نمیدانیم چرا نمیتوانیم از آن دل بکنیم. خداحافظی ها را که شروع کنیم چند وقت غمگین خواهم شد، اما بعد از آن داستان های جدیدی را تجربه خواهیم کرد. خاطره دیگر خواهم ساخت. با آدم های دیگری آشنا خواهیم شد. با زیبایی های میان سالی من مواجه خواهیم شد. بودی دیگری از فرزندانمان را کشف خواهیم کرد. خانه دیگری خواهیم داشت و لباس های جدید را جایگزین خواهیم کرد. دل بکنیم و دوباره
دل ببازید. آدم ها ناگهان خداحافظی نمی کنند. ناگهان دل سرد نمی شند. ناگهان رابطه را تمام نمی کنند. می دانستید؟ بله. جایی در مسیر رابطه اتفاقهایی می افته، دردهایی را تجربه می کنه که هر درد آنها را به تصمیمشان نزدیکتر می کنه و روزی ناگهان تصمیمشان را با ما در میان می گذارند. آدم ها آرام آرام خسته می شند. آرام آرام دل سرد می شند. از تمام تلاش هایی که کردند و دیده نشده است. آرام آرام دوست داشتنشان کم و سپس توهی می شند. از هر آنچه سعی می کردن بگویند و نشان دهند. برای بعضی از آدم ها این تمام شدن با سر و صدای بلند، هیاهو و داد و بیداد است و برای برخی دیگر فقط رفتن است. میرند به آنکه توضیحی باشد و توضیحی بخواهند. حقیقت این است که ما در رابطه ها میمانیم چون بخشی از ما احساس می کند ارزشش را دارد. بخشی از ما حس می کند که هم آدمی روبرو با ارزش است، هم خودی درونی ایمان و بعد جریانی از دوست داشتن و صمیمیت به وجود می آید. جریانی که کم کم تبدیل به جوانی ظریف و نحیف میشن. اسم این جوانه رابطه است. بسیاری از ما تلاش میکنیم که این جوانه ها را به وجود آوریم، اما بعد فکر میکنیم این جوانه قرار است خودش روزی درختی تنومند و زیبا شوند. هیچ درخت بدون رسیدگی به آب و خاک رشد نکرده است و همیشه درختها زمانی جوانه های آسیب پذیر بودند. رابطه صمیمانه و عمیق رابطه هایی هستند که هر دو طرف مسئولیتی مساوی را قبول می کنند. رابطه صمیمانه من و تو ندارد، ما دارد. فروتنی و همدلی دارد. نخواهیم توانست رابطه اصیل و عمیق را تجربه کنیم. اگر نتوانیم با آدم ها شبیه با آدم نگاه کنیم، اگر سخت تان است بر رابطه تان دوست داشتن بدهید. اگر سخت تان است خودتان را هم سطح دیگری ببینید و هر دو به مقداری مساوی به جوانه رابطه عشق بورزید. حمایت کنید، آبیاری کنید و گاهی تکیه‌گاهش شوید تا ریشه هایش محکم‌تر شود. اگر مدت هاست احساس می کنید فقط یک نفر است که به جوانه رسیدگی می کند، صبر کنید. همراهتان را نگاه کنید قبل از آن که خیلی خسته شود و در آغوشش بگیرید. با او بگین با ارزش است. با او بگین شما هم مسئول هستید. با او کمک خواهید کرد. اگر رابطه ایتان را دوست دارید و احساس می کنید بیرحمی داشته اید، اگر بی‌توجه بوده اید، اگر دردهایی را بیدار کرده اید که از عمق آنها خبر نداشتید، برگردید. دست آنها را بگیرید و یادآور شوید که هنوز هم مهم هستند. برگردید و چشمهایشان نگاه کنید. خستگی هایشان را بتکانید قبل از آن که دیر شود. حرفهای نگفته میتونه خداحافظی را شروع کنه و گاهی همین حرفهای نگفتن که رابطه را تمام میکند. همین جواب ندادنهای ساده، همین ندیدنهای ساده و همین خبر نگرفتنهای گاه و بیگاه، همین امروز و فردا کردنهای انباشته شده. آخر روزی برمیگردیم و میبینیم آنقدر دور شده ایم که دیگر حتی در خاطراتمان هم با هم آشنا نیستیم. غریبه شدنهای ساده روزی کار رابطه را میسازند. بعضی از آدمها را باید نگه داشت. کسانی که در سخت‌ترین شرایط با ما ماندند، کسانی که با ما مهربان بودند و ما را تنها نگذاشتند، کسانی که آنقدر ارزشمند هستند که گاهی بد اخلاقی هایشان، سر شدن هایشان و تنش هایشان را در رابطه نادیده بگیرید.
اگر از این آدم ها در زندگیتان هستند و کمی آزرده خاطرتان کردند، بیرین یک لیوان چای داغ بریزین و آنها را به یک گفتگوی صمیمانه دعوت کنید. اگر ارزشش را دارد برای این رابطه گذشت کنید و بپرسید حالشان چطور است. گاهی حرف نزدن و با گفتگو مشکل را حل نکردن باعث میشن رابطه سرد شود. خداحافظی ها در بسیاری از حوادث و ناگفته ها و حل نکردن ها شروع میشه. اگر مایلید رابطه سرد نشه، با مهارت در مورد مشکل رابطه صحبت کنید تا دوباره رابطه به جریان خودش برگردد. به من گفت 10 سال است عاشقش بودم، او رفت. 10 سال دوستش داشتم. در رویاهایم پیر شدن من را با هم می دیدم و او رابطه را تمام کرد، دیگر نیست. حالا هر صبح خاطراتش با من بیدار میشن و هر شب با من میخوابند. سال هاست ایمانم را به عشق از دست دادم. ما همه آدمهایی را از دست داده ایم، از دست خواهیم داد، فقدان آنهایی که دوستشان داشته ایم. در ما حس خالی شدن به وجود می آرد و برای فراری از این حس سعی در پر کردن این جای خالی می کردیم. هر کس بر روش خودش با این خالی شدن کنار می آید. یکی در کار غرق میشه، دیگری در درس، یکی با جمله های مثبت و تکرار هر روز آن پناه میبره، یکی بچه دار میشه، یکی ازدواج میکنه، یکی با دیگری دوست میشه، یکی الکل میخوره، یکی. هر روز که میگذره بر روشی که برای پر کردن این چاله احساسی انتخاب کرده ایم بیشتر عادت میکنیم. آنقدر عادت میکنیم که فکر میکنیم این رفتارها جزئی از ما هستند، در صورتی که این رفتارها پوشش‌هایی هستند که ما انتخاب کرده بودیم تا موقتا از درد بگذریم و حالا این انتخاب‌ها جزئی از خود ما شده است. اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم میتونیم این پوشش‌ها را کنار بزنیم و اجازه بدیم آن حفره خالی دیده شوند. به هر حال دیر یا زود مجبور میشیم سری به آن چاله دردناک بزنیم و اگر روزی به آن نزدیک شدید با دقت به آن نگاهش کنید. دوست داشتن و عشق به صورت مستقل از دیگران در درون همین چاله وجود دارد. ما فقط آدم‌ها را به دوست داشتن وصل می‌کنیم. با کنده شدن آدم‌ها و از دست دادنشان هیچ وقت این چاله خالی نخواهد شد. فقط حجمی از دنیای یک انسان از آن چاله کم میشه که البته دردناک بودنش بسیار قابل درک است. این چاله احساسی از کودکی در با بوده و ما به اشتباه از طریق الگوهای ارتباطی اطرافمان یاد میگیریم که باید شخصی بیاید و چاله احساسهای ما را پر کند. پس رفتارهای پوشش دهنده خود بیرون بیاید و اجازه دهید دنیای دیگری به چاله احساسی شما نزدیک شوند. عشق در درون آن چاله وجود دارد. عشق عمیق به خودی درونیتان. شما فقط میتونید اجازه دهید آدمهای دیگری هم شانسی این را داشته باشند که عشقشان را پرحجم تر کنند. بدون آدمی که او را از دست داده اید نمیمیرد. ما همه دالان‌هایی از خاطره ها داریم. گاه به این دالان‌ها سر زدن ممکن است. فقط کمی از اکنون شما را قربانی کند. اما اگر سالها در دالانتان خودتان را حبس کنید، ممکن است قربانی بعدی باقی زندگیتان باشد. از دالان‌هایتان بیرون بیایید و با آدم‌های جدید آشنا شوید. دنیاهای جدیدی قرار است با آن چاله متصل شوند. می‌دانستید در رابطه‌های از راه دور احتمال خداحافظی بیشتر است. در رابطه‌های راه دور احتمالاً اوایل حرف‌های زیادی دارید که بزنید، اما کم کم احساس می‌کنید که دیگر چیزی برای گفتن ندارید. صمیمیت کم رنگ میشه و شما رابطه را غمگین کننده می‌بینید. کسی که دوستش دارید از شما دور میشه. شما غمگین میشین، یک جای خالی حس می‌کنید. برای پر کردن جای خالی دوست شما دیگر حضور فیزیکی ندارد و این غمگین کننده است. آیا این غم و این از دست دادن را تجربه کرده اید؟ آیا در صحبت‌هایتان جزئیات را وارد می‌کنید؟ برای زنده نگه داشتن صمیمیت از جزئیات روزتان حرف بزنید.
از همین حرفهای معمولی هر روز اجازه بدین مکالمه از یک سلام و احوال پرسی فراتر برند. مواظب درست جواب دادن به احساس ها. تأثیر سکوت شب هست و یا تأثیر این متن هست. البته این رو بگویم که هر متنی وقتی میخوایم بخوانم اتومات تندی صدای شبیه همون متن میشه. دقیقا این متن طوری بود که باید خیلی احساسی خوانده شوه و خیلی باید آدم ها خودش را پیدا کنه در این متن. و یک وقتی دارم فعلا این را ضبط میکنم برای شما ساعت 2 شب هست. شاید نمیدانم و هر دو وصل شده، هم متن و هم همین سکوت شب. واقعا خودم حال کردم. امیدوارم که شما همچنان لذت ببرید و متوجهتان باشید. دوستتان دارم. خدا نگهدار.